امروز در سرتاسر وطن عزیزمون روزی دوی ملی که سالهای آخر همچون عنعنه نیک در بین مردم محبوبیت خاصه پیدا کرده است برگزار گشت. در شهر لیوکان با مقصد اشتراک در این چرابینی صدها نفر نورسان و جوانان، دانشجویان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها در صحن بینای قصر فرهنگ شهر جمع آمدند. در همایشی که با این مناسبت دایر گردید، رهبریت شهر ذکر داشتند که برگزاری چرابینی ورزشی دوی ملی در دایره چرابینی ها بخشیده با 23 می روز جوانان تاجیکستان راست آمده از سمت های مهمی تطبیق سیاست دولتی جوانان ارزیابی می شود. مقصد اساسی چرابینی مذکور تشویق طرز حیات سالم، مستحکم نمودن دوستی و همراهی در بین جوانان و نورسان بوده. با این واسطه موقع استوار جوانان شهر را در مبارزه بر ضد تهدید و خطرهای جهان معاصر، تروریسم و اکستریمیسم، جنایتکاری و شاملشوی جوانان به حزب و حرکت‌های ارتجاعی افاده می‌نماید. دوی ملی نخست با اشتراک فعالانه کودکان از صحن میدان پرچم ملی آغاز یافت. لازم به ذکر است که روز دوی ملی نقطه اساسی ورزش برای اهل جمعیت و سهم آن در پیوستشوی اجتماعی انسانیت می باشد. در این زمینه اقدام و چرابینی هایی که نسبت انکشاف و گسترش ورزش از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان اندیشیده می شود، محض به خاطر رشد این ساحه حیاتاً مهم کشور می باشد. سپس گروه جوانان به دوی ملی همراه شدند و هر یک با شوق و شور جوانی ذوق بلند در این سبقت شرکت ورزیدند. در این چرابینی برابر کودکان و جوانان همچنین دیگر طبقه های اهالی، دوستداران ورزش سبک، کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها فعالانه شرکت ورزیده مهارت ورزشی خود را در این سبقت زیبا سنجیدند. دویدن را شاه ورزش مینامند. از جهت طبی این نمود ورزش برای سلامتی و درست انکشاف یافتن انسان نقش بزرگ دارد. مورد ذکر است که سیاست دولتی ورزشی تاجیکستان تقاضا میکند که مهم پهلوهای مختلف آن را تحلیل و بررسی نموده در اساس تجربه پیشقدم دولت‌های مترقی راه‌های نو به نوی پیشرفت و انکشاف ساحه را تامین نماییم. در شهر لیوکان با رشد ورزش، جلب بیشتر جامعه به ورزش، عمومی گردانی نمودهای گوناگون ورزش دقت ضروری روانه نموده است. نتیجه دستگیری یافتن ورزشکاران است که سالهای آخر دستاوردهای ورزشکاران شهر افزوده، اشتراک آنها در چرابینی ها تأمین و دستاوردهای ورزشکاران افزوده است. باعث افتخار است که در روز دوی ملی که بخشیده به روز جوانان در شهر لیوکان برگزار گردید، در بین زنان و بانوان من سزاوار جای اول گردیدم و امروز ما زنان و بانوان شهر لیوکان شکرانه از آن می‌نماییم که با دستگیری های بی واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان سهم زنان و بانوان در تاجیکستان بلند گردیده تمام تشبس‌های ما زنان و بانوان از جانب سرول محبوب کشور هم از جانب دستگیری یافته ایستاده. جریان چرابینی از جانب تشبسکاران، استادان ورزش پورا نظارت برده شده. در انتها غالیبان و اشتراکچیان فعال چرابینی مورد قدرشناسی قرار گرفتند.